یه ارائه ای رو من درست کردم به بهانه همین ورکشاپ نامگذاری برند که اصلا در مورد خود مفهوم برند و برندینگ یکم آشناتر بشیم، بازش کنیم، حرف بزنیم، ببینیم که این داستانش از چه قراره. خود کلمه برند و برندینگ یه تاریخچه مختصری داره که برمیگرده به ماجرای علامت گذاری و داغ گذاشتن و نشانه گذاری دام ها که این صاحباشون دامدارا برای اینکه مشخص کنن که کی مال کیه و چجوریه ماجرا، یه داغی رو میذاشتن روشون، روی اون بنده خداها. هنوزم فکر کنم یه جاهایی بذارن که به این کار میگم برندینگ. و ولی این ماجرا رو که من خودم احساس میکنم که ماجرای برند و برندینگ خب خیلی غنی، یعنی اگر ما با مفهوم نشان بریم جلو یا همون مارک که اون مهر زدن، اون داغ گذاشتن هم همین مفهومه، خیلی میتونیم توی تاریخ برگردیم عقب. همون جایی که اون نشانهایی که توی غار مردم میذاشتن، مردم اونایی که تو غار بودن اثر دستشون و انگشتشون رو میذاشتن و به اون غار یه تشخصی میدادن. حالا چجوری این مفهوم نشان و نشانه گذاری یه کاری انجام میده، اونم برای دیستینکشنه، برای تشخیصه، برای تمایزه، برای تفاوت. دقیقا اتفاقی که برای اون گاوگوسفندان میفته، یعنی که این این گاوای مشحسنن، اون یکی گاوای نمیدونم یکی دیگن. به خاطر همین اینا از هم متمایز میشن. و اگه دقت کنید همون اون اتفاق، گاو رو بردارین الان رو یه بسته‌بندی شیر بذارین، یه دونه ماست بذارید، همون اتفاق افتاده و داره میفته که این ماست دامدارانه، اون یکی ماست چوپانه. و این اتفاق برندینگ خیلی شاید بگیم بدوی اینجوری میتونه معنی پیدا کنه که برای تشخیصه. و این تشخیص باز به همون اگر بازش کنیم خیلی ایده های دیگه هم میده. این که اصلا شخصیت برند اینجا معنی پیدا میکنه، این که چه چیزی باعث میشه یه برند نسبت به یه برند دیگه مشخص تر بشه، این که چه برندایی شاخصن، چه برندهای تشخص دارن، اصلا چجوری پرسونال برندینگ یعنی یک شخص تبدیل به یه برند میشه. و اینم باز از همین این ریشه میتونه به همون یه ایده های خوبی بده. و میتونیم یه جورایی بگیم که یکی از شاخص ترین برندایی که هست، همه میشناسنش، خورشیده. و دلیلش هم اینه که همه وقتی که هست همه میتونن تشخیصش بدن، همه میتونن اونو از یه چیز دیگه متمایز کنن. و حالا هزار تا لایه های دیگه هم داره. حتی ما میتونیم بگیم که خورشید میتونه یه یه هلدینگ باشه، هست اصلا هلدینگ منظومه شمسی، منظومه خودشه. تمام این سیاره هایی که دورش میچرخن زیر مجموعه هاشن که توی هر کدوم اگر دقت کنین کلی محصولات و خدمات خودش وجود داره. حالا از این بگذریم، مثال خورشید رو برای این گذاشتم که خورشید چیزیه که توجه رو جلب میکنه، تابش داره. و این اتفاقیه که توی یک برند خوب میفته، یه برند خوب میدرخشه. و ازش باز آموزه‌ای که میشه دریافت کرد اینه که یه هر چیزی که میتونه توجه رو جلب کنه میتونه یه ردی از برند داشته باشه. و این جلب توجه کردن که هم اون کانسپت، شاید خیلی مفاهیم دیگه باز بشه ازش همینجوری استخراج کرد که اینجا نوشتم توی این اسلاید، میشه مدت ها موند.
این سیگنیفیکیشن، این که یه چیزی نشانگر باشه، نشان دهنده باشه، خودش آغازگر یه سری مفاهیمه. در مورد مهر گفتیم، در مورد همون اون مهر میتونه تبدیل به مرز و قلمرو بشه. فکر کنید اون داغ و یه نفر روی چوب میزنه سردر مزرعش، میگه که اینجا قلمرو منه، اینها هم گاوای منن، و این معنی رو هم میدن که بهترین گاوهای این ناحیه‌اند، پروارترینن. خلاصه ماجرای نشان در برندینگ که اصلا لوگو خیلی وقتا بهش میگن نشان، از همینجا اومده که این نشان نشانگر چیه، به چه چیزی دلالت میکنه، چه معنی رو میده، امضای کیه، اسم کی اومده اونجا. مطمئن باشین اون اوایل احتمالاً روی اون مزرعه یا روی اون دام اسم شاید صاحبش رو زده باشن. بعید میدونم اونجا مثلا بیان یه نامگذاری اختراعی کرده باشن، شاید خیلی خوش ذوق بوده باشه صاحبش، ولی اون اوایل احتمالاً به صاحب قضیه میشناختنش. خلاصه این ماجرای معنی اینجا میتونه خیلی برامون چشمک بزنه، و ماجرای کلمه که باز رنگش رو پررنگتر گذاشتم که همه اینا میتونن در یک کلمه خلاصه بشن، کلمه ای که معنی میده. بنابراین در اولین تعریف برند میتونیم بگیم که برند یعنی معنی، یعنی هر برندی یک معنی داره. معنی یعنی چی؟ خود معنی یعنی درون و باطن، یعنی مفهوم، ضمن. مثلا میگن معنی این چیه، یعنی چه چیزی رو میتونیم ازش برداشت کنیم، چه چیزی درونش هست. بنابراین تا اینجا به این نتیجه میرسیم که برند درون داره و برون. برونش کجا بود؟ اونجایی که نشانگر یه چیزی بود، داشت نشان میداد، داشت توجه رو جلب میکرد. درونش کجاست؟ اونجاییه که یک معنی داره، که حالا این گاوی که دارین میبینین معنیش اینه که فلان کسک داره ازش نگهداری میکنه، و شاید معنی های دیگه هم بده، که فلان جا داره مثلا غذا میخوره. بنابراین برند یک بود داره و یک نمود، و این خیلی مهمه. چیزی که تو کارگاهمون هم الان داریم خیلی در موردش حرف میزنیم اینه که بود داره. لطفا همه میوت باشین. بنابراین ماجرا اینه که این بود و نمود به همون یک مفهوم دیگه ای رو میده، اونم اینه که برند چیزیه که قرار شناخته بشه، و اتفاقا قرار خودش هم خیلی چیزها رو بشناسه، و اینجا باز یک مفهوم دیگه ای که مثل که شناخته میاد توی بازی. و دوباره حالا اگر برگردیم به ماجرای توجه، که هر چیزی که جلب توجه میتونه بکنه، اینه که یه ردی از برند داره. به خاطر همه برندها تبلیغ میکنن، خیلی جلب توجه دوست دارن بکنن. دلیلشون هم اینه که یک شناختی رو تبدیل به یک کنش بکنن و یک ارتباطی رو به وجود بیارن. خیلی باز اگر طبیعی بدوی بخوایم بهش نگاه کنیم، اینجوریه که زنبور مخاطب گل، انواع برندهای مختلف هم برای زنبور، و با رنگشون، با بوشون یک توجهی رو جلب میکنن، و زنبور یک کنشی داره براشون، میره به سمتشون. اول از همه اینه که انتخابشون میکنه و یک ارتباطی به وجود میاد. اینجا گفتیم که اصلا ماجرای ارتباط اینجا خیلی بولد میشه، یعنی اصلا برند بدون ارتباط برند مرده است، اصلا نداریم، نمیتونه، حتما باید یه ارتباطی این وسط باشه. و این ارتباط مثلا بین گل و زنبور اینه که اوکی تو بیا از شهد من استفاده کن، محصول من برای تو اینه. زنبورم بهش پول نمیده،
براش یه خدمتی رو بهش یه خدمتی رو ارائه میده. اونم اینه که مثلا توی گرد افشانی بهش کمک میکنه. بنابراین هر دوی اینا برای همدیگه مخاطبن، هر دوی اینا برای همدیگه برندن. و این ارتباطه که اینجا معنی برند رو آشکار میکنه، که حالا این باز توی یه لایه دیگه میتونه ارتباط بین سگ و حالا نمیخوام بگم صاحبش مخاطبش باشه، برند مورد علاقهش باشه. برند مورد علاقه سگ اون صاحبش، حالا اونی که باهاش همزیستی میکنه. خیلی با صاحب کلمه جالبی نیست، ولی ماجرا اینجاست که میشناستش از بوش، از رنگش، از ارتباط بینش میشناسه، برای همدیگه جلب توجه میکنن. و اون سگ یه مخاطب وفاداره. تقریبا این ارتباط بر پایه اعتمادی که بینشون شکل گرفته اون وفا رو اینجا آشکار میکنه، که توی ارتباط بین مخاطب و برندم این وفا و اعتماد میبینید که خیلی بحثی برای خودش، که چجوری ما مخاطب وفادار داشته باشیم. که حالا باز میتونیم از این ارتباط بین سگ و انسان الهام بگیریم براش. یه لایه ظریفتر اگه بخوایم بریم، اونم اینه که هر ذهن و ذهنیتی یک برندی رو میتونه انتخاب کنه که اون برند میتونه یه ایدئولوژی یا یه اسم باشه. و حتی این رابطه هم یه رابطه برند و مخاطبه. و این هم باز میتونیم حالا در موردش حرف خواهیم زد که چجوری اصلا این به باور برند برمیگره، به ارزش‌های برند برمیگره. و هر اسمی، که هر کلمه ای که میبینید آخرش اسم داره، بدونین که از ساختار برند و برندینگ تبعیت میکنه. یعنی حتما نیاز به یه مخاطب داره، حتما به یه مخاطب وفادار نیاز داره که براش یه کنشی انجام بده و بیاد در اون قبیله و بیاد در اون فرقه. بنابراین این رابطه بر اساس داد و ستد میتونه باشه، بر اساس یک خواهش باشه از یه سمت و یه خدمت باشه از یه سمت دیگه، یه تقاضا باشه یه عرضه، یک تمایل باشه و از اون ور یه کاری برای اون میل انجام بشه، یه مسئله یه طرف مطرح بشه و یه برندی بیاد اون مسئله رو حل کنه، یه مشکلی رو رفع کنه. و دوباره برمیگردم به یه ارتباط دیگه‌ای که باز میشه به ارتباط برند و مخاطب ربط داد. اونم اینه که مادر و بچه، ماجرای بچه ونگ میزنه، اتنشن میخواد، مادر محصول بهش میده، یه اکشنی انجام میده. و این چرخه میشه یک چرخه‌ای که همش مدام داریم میبینیم. تبلیغات خودش اینجاست، تبلیغات ونگه. و یعنی جاها هم عوض میشه، جای برند و مخاطب خیلی جاها عوض میشه. برندا دارن ونگ میزنن که آقا به من توجه کن. قبلا اینجوری نبوده، قبلا اینجوری بوده که یک نیاز داشته اعلام نیاز میکرده، یه نفر براش یه پاسخی مهیا میکرده. ولی الان اینجوری بردارم مثلا این جایگاه ها رو عوض کنم، اینه که ماجرا اینه که کل ماجرای برند اینه که جریان داره، در همش در این بده بستوناست. جریان داره و جان، اصلا جریان و جان به خاطر همینه که یه ارتباط زنده است، همش داره در تغییره. این خیلی مهمه که بدونیم برند یه چیزیه که در تغییره. برند جان جریان دارد و جان پس داستان. همه اینا میتونن داستان برند باشن. من خودم در مورد این که الان حالا بحثش رو باز میکنم بعدن، که انقدر میگن داستان سرایی و اینا، از اون چیزای دولبه است که برند داستان داشته باشه حتما. دقیقا از اوناست که میخواد بفروشه. ولی داستان واقعی برند اونجا خیلی به نظرم
ارزش پیدا میکنه که اصلا من برای چی، من در این جریان و جانم دارم چی میدم چی میگیرم، چه معانی رو دارم. اینجاست که باز میشه خلاصه کرد که برند کلمه است در نهایت. همه اون کلماتیه که اون داستانش رو تشکیل میدن. حالا کلمه رو اینجوری بخونید که هر آنچه که معنی میده، میتونه تصویر هم باشه، میتونه یه صدا هم باشه. این بخش اول ارائه‌مونه. بخش دومش رو اینجوری شاید در نظر گرفتم که بهتر قابل لمس باشه که برند رو همراه با یک طیف ببینیم. یعنی ببینیم که یه سری برندها هستن که خیلی در لایه فیزیکی هن، بدن دارن، محصول دارن، قابل لمسن. خیلی برندها هستن که محصولات و خدماتشون ناملموسه. یعنی قابل لمس، ناملموس منظورم اینه که ذهنی، فیزیکی نیست. و همینجا میتونیم ازش این ایده رو بگیریم که هر برندی یک پنداری داره، یک گفتاری و یک کرداری که تقریبا واضحه دیگه. پندار میشه باورها و ارزشاش، چرایی برندش. گفتار میشه در حقیقت تمام پیام هایی که داره. کپی رایتینگ اینجا اصلا معنی پیدا میکنه. کردارش هم میشه تمام رفتارهاش، از الا سلام چطوری اون مرکز پاسخگوییش بگیریم تا محصولی که ارائه میده و خدمتی که ارائه میده. بنابراین برند خروجی داره. خروجیش میتونه از محصول باشه تا یه خدمت یا هر دو. اصلا تقریبا اینا الان دیگه همش در هم تنیده. محصول رو که ارائه میدی، خدمات هم همراه باش میاد. یعنی میتونه از خاور محصولش باشه تا یه باور. اون اسمی که گفتیم اینجاست. خاورم اگر دقت کنید اصلا یه از اون برند نیم های جنریکه دیگه. به هر کامیونی آدما میگن خاور. یعنی انقدر میتونه یه کلمه، یادتونه که گفتم برند کلمه است و کلمه برند، انقدر یهو میتونه قوی باشه یه کلمه که نام های جنریک تقریبا اینجوریه. دلیل اون قوی شدن کلمه هم همینه. اینه که کلمات یه برند میتونن بدن برند توی ذهن مخاطب باشن. یعنی اونقدر قوی بشن که اصلا پیکر بگیرن توی ذهنش. یه جور دیگه میشه به محصولات برند نگاه کرد که برند میتونه یه واحد پولی باشه. دلار الان یه برنده. ارز میتونه باشه، یه گفته میتونه باشه و یک زمین میتونه باشه. برند شهری اینجا اومده وسط. یه شهر و یه کشورها اصلا چرا پرچم دارن؟ پرچم نشانه یه کشوره. اسم دارن کشورها. خیلی از قواعد برندینگ تبعیت میکنن. قبایل، قبیله ها همشون یه جورایی برندن و برندا قبیله دارن میشن. توی این کتاب برند فلیپ در مورد این حرف میزنه. من البته کتابش رو نخوندم، فقط سخنرانی خود نویسندش رو خوندم. برندا میتونن یک کاراکتر و یه شخصیت بارز داشته باشن. میتونن خیلی فاعل باشن، میتونن خیلی مفعول باشن، خیلی دهنده میتونن باشن، خیلی گیرنده میتونن باشن. و یه برند متعادل به نظرم اینه که در یک تبادل و تعاملی باشه، تفاعل داشته باشه. حالا اینم بعدا باز میکنیم. یعنی یه برند میتونه شاه باشه، یه برند میتونه گدا باشه. یعنی هیچ محصولی نداشته باشه، هیچ خدمتی هم نکنه، ولی فقط چون یه گداییه که ما میشناسیمش و حالا یه کاری کرده، شاید اون کار مثلا خدمتش باشه، نمیدونیم هم چیه. مستقیم هیچی بهمون نمیده ولی ما دوست داریم بهش پول بدیم. حالا الان میتونیم توی نمیدونم روزمرهمون فکر کنیم ببینیم که چه برندهایی گدان یا چه گداهایی برندن برامون یا برعکس.
برند میتونه یه منش و منری داشته باشه، میتونه محترم باشه، یعنی حریم رو بشناسه، میتونه متجاوز باشه، اتفاقا بیاد در حریم آدم. و اینجا برای ما خیلی سوال میتونه پیش بیاد که الان چقدر اینستاگرام، چقدر گوگل دارن میان توی حریم شخصی من، فقط با شناخت من، فقط با اینکه میدونم من چی سرچ میکنم. از این بگیرین تا اینکه یک اسمی، یک باوری که من اونو خودم و مخاطب اون باور قرار دادم، چقدر داره به من احترام میذاره، چقدر داره به من تجاوز میکنه. یه برندی با تبلیغاتش چقدر داره به من تجاوز میکنه، چقدر حریم خودش رو میشناسه. همه اینا هست. روی کرده برند دوباره میتونه رفتارش مسئولیت پذیر باشه، میتونه مسئولیت گریز باشه. این یه طیفه. اینا همش اون لایه های ظریفتره توی برندن. ولی ماجرا اینجاست که شکلگیری برند امروز همراه با مسئولیت. حتما هر برندی که شکل میگیره باید پاسخگو باشه. اول از همه به اجتماعش، اول و آخر، هرچی اصلا اولویت بندی نکنم، به کره زمین باید پاسخگو باشه. محصولی که تولید میکنی چقدر دوستدار محیط زیسته، چقدر داره آبهای آزاد آلوده میکنه. و اینا برندهای امروزیه. شاید قدیم که اون مهر رو میزدن اینا اصلا مطرح نبود. برند در اون لایه گفتارش میتونه گمراه کننده عمل کنه، میتونه آگاه کننده عمل کنه، میتونه هر دو عمل کنه. یه طیفه. خیلی اکثر برندها دارن گمراه کننده عمل میکنن، سالم نیستن، میگن سالم. میتونه راست بگه، میتونه دروغ بگه. این همون اعتمادیه که قراره شکل بگیره. هرچی بیشتر راست بگه اعتماد بیشتری شکل میگیره. ولی تقریبا الان مطمئنیم همون برندی که دروغ میگه، که میتونه باز یکی از همون اسمها باشه یا یه محصولی باشه که مثلا کیک تولید میکنه، میبینیم که چقدر میتونه واقعی باشه اون کیکش، چقدر میتونه کیک باشه، چقدر میتونه ادعاهای دروغین بکنه، میتونه ادعاهای راستین بکنه. یه جور دیگه هم بخوایم این حالا هزار جور میشه این طیفا رو بررسی کرد. چقدر دنبال حرص و آزه، دقیقا همون اون روحیه‌ای میشه که این برنده اومده بکنه، اومده پول در بیاره، یا اومده واقعا یه تغییر ایجاد کنه. یه مهری داره پشت شکل گرفتنش، یه عشقی خوابیده، یه تغییر مثبتی میخواد ایجاد کنه. حالا مثبت هم باز نمیخوام مثبت منفیش کنم، همین کلمه مهر خودش هزار تا چیز داره. ولی تقریبا الان میدونیم که برندی که فقط دنبال پوله کار گمراه کننده زیاد میکنه، دروغ هم زیاد میگه. حالا پول رو اینجا بگیرین، قدرت میتونه باشه، میتونه منابع باشه، میتونه شهرت باشه، دقیقا چیزایی از همین جنس، چیزایی که حرص و آز پشتشه. حتما با گمراهی همراهه. حتما که حالا باز قید مطلق نگم، با احتمال خیلی زیاد. برند میتونه پرپس داشته باشه. پرپسش میتونه از صلح‌آمیز، طیف صلح‌آمیز بیاد تا جنگ افروز. دیگه برندها رو بیارین تو ذهنتون ببینید که کدوماشون صلح‌آمیزن، کدوماشون جنگ افروز. ایسما رو هم بیارین. یه فاکتور دیگه برند میتونه داشته باشه، اونم سلامت برنده. اینکه یک برند چقدر یک پارچه است، چقدر صد پاره است، چقدر هر ورش یه سازی میزنه، چقدر همش با هم کل سازمانش هماهنگه، چقدر در و تختش با هم جوره. اینجا نوشتم تازه اگر بلد باشه ساز بزنه، یعنی یه ورش اصلا ساز نمیزنه، یه ورش داره یکم ساز میزنه، یه ورش داره غلط میزنه. این دیگه برمیگرده به برند به معنای خیلی کلی‌تر، سازمان، اون یه وجود یک پارچه. در مورد ارتباط برندم، اینم از اون اسلایداست که میشه خیلی در موردش حرف زد، که این ارتباط میتونه خیلی دو طرفه باشه، میتونه خیلی یک طرفه باشه، خیلی مستبدانه میتونه باشه. میتونه
از یک بستگی شروع بشه، به یه اعتماد برسه، به یه دوستی برسه، همینجا متوقف شه. نه، میتونه دوستی تبدیل به وابستگی بشه، وابستگی میتونه تبدیل به اعتیاد بشه، اعتیاد حالا نمیگم تبدیل میشه، اینا شاید خیلی روندش هم اینجوری به سمت بیشینگی نباشه، ولی میتونه اعتقاد باشه، یعنی دیگه اصلا همین و تمام ولا غیر. میتونه پرستش باشه که با خودش بندگی بیاره و بردگی، یعنی یهو میتونه ارتباط یه برند با مخاطبش ارتباط بین یه ارباب و برده باشه، که حالا باز اونم بد نیست فکر کنیم ببینیم که ما نسبت به چه برندایی اه، حسمون بردگیه. مطمئنا اون برند داره یه روی کرده مستبدانه نشون میده، یا تو استراتژیش اینجوری بوده که ما رو بنده خودش بکنه. حالا چی؟ همه اینا رو گفتیم که بگیم که ماجرای خلق و طراحی برند تازه به وجود میاد با تمام این مقدمه‌ای که حالا کلی هم تازه میشه بازش کرد، که همه اینا رو که دونستیم تازه حالا بریم ببینیم کجای اون کدوم طیفی وایسیم. چیزی که به وجود میاریم چیه؟ و بخوام خیلی خلاصه دوباره بگم، برند چیزیه که ما به وجود میآوریمش و به وجود میاد، یعنی سعی میکنیم به وجود بیاریمش که یه چیزی باشه که قابل شناختن باشه، و از اونجا به بعد تازه تقریبا مثل یه موجود زنده کار خودش رو ادامه میده و اون در اصل چیزی میشه که تو ذهن مخاطب به وجود میاد. یعنی اون کسی که خاور رو به وجود آورد نمیدونست بعدش احتمالاً به خیلی از کامیونا آدما بگن خاور، یا به خیلی از مایه های ظرفشویی بگن ریکا، یا به دستمال کاغذی بگن کلینکس. حالا از این بگیرین تا خیلی اتفاقای ریزتر. بنابراین برند یک وجوده، یک هسته، یک اگزیستانسه، که اینجا ما میتونیم از این روانشناسی اگزیستانسیال کمک بگیریم. چگونه؟ میگم براتون. اونجایی که گفتم برند یک موجود زنده است، خیلی وقتا برند به انسان تشبیه میشه و تشبیه درستی هم هست. شخصیت داره، روحیه داره، چشم انداز داره، ارزش داره. تازه خیلی وقتا برندها یه چیزایی دارن که انسان نداره، یعنی ما خودمون نظام ارزشیمون رو نمیدونیم ولی یه برند براتون 3 صفحه نظام ارزشی داره، باورها داره، عقاید داره. انسان‌ها لزوما ندارن این نظام ارزشی رو، و اتفاقا چیزیه که ما میتونیم از سند استراتژیک برند برای خودمون بهره بگیریم که این یه چیزی وجود داره به نام نظام ارزش ها که باعث میشه رفتار یه برند و تصمیم گیریاش مشخص بشه. این اصلا از کجا آمده؟ از نظام ارزشی در حقیقت انسان ها اومده به رفته تو برند، ولی الان برندها دارن بهتر انجام میدن اینو، بهتر طراحیش میکنن. و در مورد اینم خیلی میشه حرف زد. اصلا انسان ها دارن برند میشن، برند ها دارن انسان میشن. یعنی یهو ما میبینیم که برخوردمون با یه برند مثل برخوردمون با یه دوستمونه، اصلا از دوستمون هم بیشتر باش صمیمیم. مثالش هم شاید بشه گفت مثلا برند تلفن همراهمون، گوشیمون، موبایلمون یا هر چیز دیگه. انسان هم که برند میشن که میبینین دیگه یه اسمی میشه که در حقیقت اصلا همون اسم هم بعدا میزنن رو عطرشون یا توی محصولشون یا خودشون، فقط ما همون انسان و اسمش دیگه تقریبا میشه برندش. دیگه اینم توضیح نمیدم، خیلی میدونیم. ولی چیزی که میتونیم از روانشناسی اگزیستانسیال بگیریم اونه که این ایده در روانشناسی اگزیستانسیال هست که میگه که در انسان وجود مقدمه بر ماهیت. یعنی اول انسان به وجود میاد و بعد در طی زندگیش اصلا یکی از مسئولیتاش این میشه که ماهیتش، معنای زندگیش، باورهاش، ارزشاش رو شکل بده. با یه ارزش شکل گرفته به وجود نمیاریمش،
و همینجا ببینید اسمی که روی من مامان بابام گذاشتن همراه با یه سری ارزشه، یا اسمی که روی خودتون هست، یا شناسنامه‌مون توش یه سری چیزایی از پیش تعیین شده بر وجود ما انگار مقدم بودن. من خودم خیلی دوست دارم این روی کرده روانشناسی اگزیستانسیال و خیلی مسئولیت و انتخاب و همه رو میاره روی دوش خود آدم، تمام چیزای تحمیلی موجود شدن آدم رو جلوشو میگیره، به وجود بودن مرتبطش میکنه. اینجاست که ما میفهمیم که یه اختلافی وجود داره حالا با این طرز تفکر در برندینگ و این روی کرده اگزیستانسیال. یعنی ماجرا اینجاست که در برندینگ ماهیت مقدم بر وجوده. یعنی اینکه به خاطر همینه قبل از اینکه اصلا یک محصول، یه لیوان، یه میز اصلا طراحی بشه، ساخته بشه، ما قبلش اسمش رو طراحی میکنیم. اگر یه اپلیکیشن باشه قبل از اینکه اصلا بیاد تو بازار ما تا 5 سال دیگهش رو فکر میکنیم، اسمش رو میذاریم، شعارش رو میگیم، ارزشاش در میاد و همه اینا. یعنی این فرقش اینجاست. دلیلش هم اینه که ما خالق اون برند هستیم و ماهیتش رو میتونیم زودتر از این که به وجود بیاد اصلا بهتر این کار رو بکنیم، چون در وجودش تاثیر میذاره. یعنی هر چقدر ما در مورد ماهیتش بیشتر فکر کنیم، ارزشاش رو بسنجیم، یهو یه نفر بگه که راستی مثلا داستان محیط زیست چی میشه، ممکنه ماده‌ای که ما میخوایم استفاده کنیم، مواد اولیه‌مون تغییر کنه، یعنی وجودمون تغییر کنه به خاطر باورمون. به خاطر این ماهیت مقدم بر وجوده و اکنونه که طراحی هویت برند، هویت اینجا کلمش به این درد میخوره، آغاز میشه و همه چیز از پندار سرچشمه میگیره. یعنی اینکه دقیقاً پرپسمون چیه، تفکرمون چیه، باورامون چیه و تمام چیز، نیتمون چیه. که اینجا دیگه پایان این پرزنتیشنه. امیدوارم که خیلی سریع نگفته باشم، ولی ازتون تشکر میکنم که تا اینجا گوش دادین و همراه بودین.